قاعده 42 توحید و شرک در استعاذه را بدانیم. گپای کلیدی هست که بسیاری کسا در این گپا در چی داخل میشن؟ در شرک داخل میشن، لکن نمیفهمن و بسیاری کسا نمیفهمن و نمیخواه که بفهمن. اگه برش بگویم چون عادت کرده، یکی از مشکلاتی که هست میگن که پدرای ما، و در قرآن صراحتا آیت قرآن است که انسان‌های جاهل عادتشان چی هست؟ میگه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی که برای اونها گفته شود که شما از ما انزل الله مطابقت کنین، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، میگه ما مطابقت میکنیم با آنچه که ما یافتیم کی نه؟ آباءنا، پدرای ما را، یا پدر پرست هستن. پدر و پدر کلان ما چیزی که کرده ما همون کارا میکنیم. الله میگه اولو کان آباءهم، آیا پدرایشان این قسم نبود که لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، نه عقل داشتن نه هدایت شده بودن. پس ضرور نیست که آدم پشت مادر و پدر کلان و بابا کلان و رواج هایی که از پدر نیاکان مانده، او بی عقلی کرده پیش بت پرستی کرده، او بی عقلی کرده قبر پرستی کرده، او بی عقلی کرده دست دعا را به مخلوق بلند کرده، او بی عقلی کرده در شرک خود مبتلا کرده، او بی عقلی کرده رواج های غلط کرده، بدعت ها را کرده. حالا ما بریم از او پیروی بکنیم. بر ما و شما وظیفه ما چی است؟ ولو که پدر مثلا ابراهیم علیه السلام بود، پدرش مشرک بود، خلاص گفت پدر جان، حتی دعا کرد گفت پروردگار به این پدرم هم، الله برش گفت که هیچ استغفار تو در حق مشرک قبول نمیشه. احترامش رو نمیکنی که سلام علیکی و جورپسانی میکنی، اما مطابقت حق نداری از او بکنی. حتی پدر و مادر انسان اگه در شرک مبتلا باشه و در گناه ها مبتلا باشه، پس اطاعت از او نیست. از این خاطر ما و شما قاعده داریم که بفهمیم ما چرا اطاعت مادر و پدر میکنیم. اطاعت مادر و پدر اصل نیست. ما در حقیقت وقتی که اطاعت مادر و پدر میکنیم به خاطر ازی میکنیم که الله بر ما گفته، به خاطر اطاعت الله اطاعت از پدر و مادر میکنیم. فهمیدی یعنی؟ خانم از شوهر خود وقتی که اطاعت میکنه، اطاعت شوهر سر ازی فرض نیست، اطاعت الله سر ازی فرض است. وقتی که الله بر ازی گفته که اطاعت از شوهرت بگو، پس این اطاعت از شوهر خود به خاطر اطاعتی کی میکنه؟ اطاعت از الله میکنه. از این خاطر اگر پدر کس یا مادر کس یا شوهر کس او را مخالف امر الله حکم میکنه، باز اطاعتش واجب سرش نمی باشه. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، باز مخلوق اطاعتش نمیشه. خب توحید و شرک در استعاذه چی است؟ اول کلمه استعاذه را ما و شما بفهمیم که استعاذه الف سین ت عین الف ذال است. ذال ایگردک استعاذه ای از کلمه عوضه گرفته شده که به معنای لجوء، پناه بردن، پناه گرفتن، اعتصام می باشه. فهمید یا نه؟ وقتی که شما به یک کسی پناه میبرین، ایره چی میگن؟ ایره استعاذه میکنین. شما استعاذه در اصطلاح چی را میگن؟ میگن هی اللجوء الی الله، مراجعه به الله است، و الاعتصام به، و به الله پناه بردن است، من شر کل ذی شر، از هر چیزی که مضر است به الله چی میکنین؟ پناه میبرین. از این خاطر الله میگه قل اعوذ برب الفلق، قل بگو که من به کی پناه میبرم؟ اعوذ، پناه میبرم به کی؟ برب الفلق. قل اعوذ برب الناس. اینم استعاذه چی است؟ خود استعاذه پناه بردن این عبادت است. چرا عبادت است؟ و امر الله است، امر اعتقادی هست. الله میگه قل بگو اعوذ، من پناه میبرم برب الفلق. پس وقتی که قل گفت چی معنا میده؟ از این کلمه ما شما چی درس میگیریم از قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس؟ الله بر رسولش میگه که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، قل تو بگو بر امتت که ای امت من که پیغمبر هستم به کی پناه میبرم؟ به الله پناه میبرم. شما اگه امت من هستین به کی پناه میبرین؟ به الله پناه میبرین. چرا؟ به خاطر ازی که قبل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عصر جاهلیت مردم بعضیا به ملائکه پناه میبردن، بعضی ها به جن پناه میبردن، بعضی ها به سنگ پناه میبردن، بعضی ها به بت پناه میبردن، بعضی ها به قبر پناه میبردن، به زیارت پناه میبردن، به درخت ها پناه میبردن. متوجه هستین؟ اینجا الله میگه که بر از این مردم بگو که ای مردم، اگر شما امت من هستین و ایمانتان حقیقی است، من که پیغمبر هستم به کی پناه میبرم؟ به الله پناه میبرم. نه به ملائکه پناه میبرم، نه به جن پناه میبرم، نه به قبر پناه میبرم، نه به زیارت پناه میبرم، نه به سنگ پناه میبرم، نه به چوب پناه میبرم،
نه به اسپند پناه میبرم، نه به بربو پناه میبرم، نه به بیرق سرخ پناه میبرم که اگر سرم تعمیر خود درخت، نه به تمیمه. بعضی کسا موره را اینجا چک خود ویزان میکنه، میگه ایره نگاه میکنه. سیکو طفل خود به کی پناه داد؟ به این مورگک. بعضیا صدف ویزان میکردن، میفهمه به این صدف ایره. بعضیا میرفت یک درخت چوبک میگرفت در گردنش چک خود کشال میکرد. رسول الله صلی الله علیه و گفت که من علق تمیمه فقط اشرک. کسی که این چیزا را در گردن اولادای خود ویزان کرد، این شرک آورده است. کسی که موره را ویزان کرد به خاطر که ایره چشم نکنه. کسی که مثلا حتی ما یک کسی را دیدم بچه‌ها که شاید سنت کرده بودن، اما توته سنتی را در پای بچه خود بسته کرده بود. گفتم چی میکنه؟ گفت ایره نگاه میکنه. من گفتم زندهش نگاه نکرد، ولی خب مرده است، خود کنده شده. خویشه چرا کندی؟ اون صاحب از دسته که جهالت است و جهل است و دین نمیفهمه. در یک جای رفتیم در یک خانه، پای یکم بچه‌ای که طفلک می قسم یک چیز گفتم چی چیز جان کاکایش، باز فامیلش پدرش گفت والا صاحب به خاطر که نظر نشه و به خاطر که کسی شده این است. فهمیدی یعنی؟ پس یک پناه بردن چند قسم است. پناه بردن هم چند قسم داره. قسم اول پناه بردن توحیدی هست. قسم اول پناه بردن چی است؟ توحیدی هست. خب اینال الله سبحانه و تعالی بر ما و شما به خاطر که پناه بردن توحیدی را بفهمیم، بر ما و شما قصه های پیغمبرها را آورده. سعی کنین پیغمبرها به کی پناه می بردن. اول موقف پیغمبرها را بر ما بیان میکنن. مثلا شما ببینید که نوح علیه السلام به کی پناه می برد؟ رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لک به علم. نوح علیه السلام گفت که من اعوذ پناه میبرم به کی؟ به الله. بعضی اوقات یک مشکل است از ما و شما در افغانستان که اصطلاحات ما و شما تغییر دادیم. چه قسم تغییر دادیم؟ مثلا در افغانستان اگر کلمه تعویض گفته شود، اگر بگیم تعویض، در اصل پیغمبر هم وقتی که میگفتی تعویض کردی، یعنی این طفلک یا این چیزه برش آیات قرآن خوان ایره تعویض کرد. تعویض در اصل رسول الله با چی بود؟ با کلمه قل بود. قل اعوذ برب الفلق، قل به زبان بود. حالا اگر در افغانستان بگی تعویض کرد چی معنی؟ بگی استاد داوی فلانی رو تعویض کرد. اگر من تو را تعویض کنم و بگویم که اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اگر امیر من بخوانم برای تو، یا مثلا مریض آمد پیش رسول الله گفت اینجا درد میکنه، رسول الله گفت که تو چی کو؟ یعنی می تعویض است. سعی کن رسول الله برای تعویض داد. چی گفت؟ گفت بگو. گفت چی؟ گفت بگو اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. اعوذ بعزت الله و قدرته، ما پناه میبرم به عزت الله و به قدرت الله، من شر ما اجد و احاذر، ما از شر چیزی که من میافم و از او در حذر و ترس هستم. این حالا مثلا تو آمدی گفتی سرم درد میکنم، من برات گفتم که دست در سرت بان، خودت بگو. چیزی؟ بگو که اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر و این ما تو را تعویض دادم. اینی تعویض در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله. آله اگر کسی بگه که برای من تعویض داد استاد دایی، و چی فکر میکنه؟ فکر میکنه که یک ورق است، در بین از این ورق نوشته کرده 34 32 36 37 35 44 18 شرطتوس خرطتوس نرطتوس مرطتوس نامای چیزا را بازی رو در گردنت پرتو اینه. یا بگی مثلا دودی نوشته کو، یک وقت ما را میفتن دودی نوشته کو، ما عقیده نمیفهمیدیم، مشکل داشتیم. در دودی چی نوشته میکنه؟ نوشته کو فرعون، هامان، شداد، نمرود. خب چرا دودی که دود میکنی بر از این نفر فرعون و هامان و شداد و نمرود نوشته میکنی؟ میگه اگر این نامای دشمنای الله هست، آیا با نام دشمن الله کس شفا پیدا میکنه؟ این هم کفر شد. اگر میگی این نه، این نامها در قرآن آمده، پس تو خود قرآن در دادی. سایسته؟ نه بسیاری دودی ها رو شما که از یگان تا میگیرین و چی نوشته کرده؟ فرعون، هامان، شداد، نمرود. و یا پناه به غیر الله داده، یا جبرائیل. پناه به کی شد؟ به جبریل شد. در حالی که الله میگه پناه به کی ببر؟ به الله. یا میکائیل، یا محمد، یا فلانی، به غیر الله. پناه بردن به غیر الله است. پس از این خاطر امروز در افغانستان وقتی که کلمه تعویض گرفته شود، فوراً تعویض زبانی از بین رفته. حالا چی میگن؟ فکر میگن کاغذک است. یه چیز این تعویض است. در حالی که در عصر رسول الله هم تعویض بود، اما تعویض چی نبود؟ کاغذکی نبود. تعویض چی بود؟ زبانکی. قل اعوذ برب الفلق،
قل اعوذ برب الناس، اعوذ بکلمات الله التامات، اعوذ بعزت الله و قدرته بسیار پناه هست. خب این حال که نوح علیه السلام با کی پناه میبرد؟ به الله. موسی علیه السلام با کی پناه میبرد؟ اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. موسی علیه السلام میگه الله چرا از زبان موسی علیه السلام در قرآن ذکر میکنه که وقتی که موسی علیه السلام بود، موسی علیه السلام یکتا پرست بود. این کسایی که حالا میگه ما موسوی هستیم و پیروای موسی هستیم دروغ میگن. یوسف علیه السلام چی گفت؟ معاذ الله انه ربی، من به الله پناه میبرم، او پروردگار من هست. خب دوم مثلا امر الله به پناه بردن به الله هست. الله امر کرده که شما به غیر از الله به کسی دیگه پناه نبرین. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اینیا هست. علامه ابن عاشور در تفسیرش میگه که و استعمال صيغه التكلم في فعل اعوذ يتبع ما يراد بصيغه الخطاب في فعل قل فهو مأمور به لكل ما يريد التعوذ بها. میگه وقتی که اینجا الله میگه که اعوذ بگوین، پس اینجا وقتی که امر میکنه قل اعوذ برب الفلق، پس اینجا معنای چی میشه که با صیغه خطاب که در فهو مأمور به، میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله امر شده بالای پیغمبر صلی الله علیه و آله، پیغمبر مأمور است در هر چیزی که میخواد باید به کی پناه ببره؟ به الله پناه ببره. اما تعویض قارئها غیره بها کما ورد عن النبی صلی الله علیه و سلم، میگه اما تعویض کردن، پناه دادن یک کسی به یک کس دیگه، این حال وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم حسن و حسین تعویض میداد. چه قسم تعویض میداد؟ و ما روی عن عایشه ان النبی صلی الله علیه و سلم کان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که میگه مریض شد، در مرضی که باز رحلت کرد، میگه در این مرض خود رسول الله صلی الله علیه و سلم امی چیزا میخوان، معوذات میخوان و سر خود دم کرده میرفت. فلما ثقله، ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه وقتی که بازی سر رسول الله صلی الله علیه و سلم ثقیل شد، خودش خواندن نمیتونست، حالات سکرات الموت سرش آمد، باشه كنت انفث علیه بهن و امسح بید نفسه لبرکتها. فهمید؟ یعنی این حال میگه اینجا چی میکرد؟ ام المؤمنین میگه باز من چی میکردم؟ میگه من باز ما برش ایره میخواندم، یعنی من همین سوره را ما برش میخواندم دیگه. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم حسن و حسین چی میکردن؟ با اینمی پناه می با چی؟ با الفاظ. اما تو نیست که رسول الله به حسن و حسین تعویض کاغذی نوشته کرده باشه، این ثابت نیست. رسول الله هم حسن و حسین با الفاظ این قسم اینا را هم پناه به الله دادن. خب طریقی و روش رسول الله هم در پناه بردن و پناه دادن چی بود؟ همیشه رسول الله صلی الله علیه و آله برای مردم چی میگفت که تعوذوا بالله من جهد البلاء. ای مردم شما به کی پناه ببرین؟ به الله پناه ببرین. حدیث متفق علیه هست. در حدیث دیگه میگه که عبدالله ابن عثمان ابن عاص میگه که شکا الی رسول الله صلی الله علیه و آله وجعا یجده فی جسده، میگه یک نفر آمد یک مشکل داشت، پیشتر که براتون گفتم. رسول الله صلی الله علیه و آله چی گفت؟ که در کاغذ نوشته نکردن. رسول الله صلی الله علیه و آله چی گفته؟ دع یدک علی الذی یعلم من جسدک، دستت دم قسمتی بان که درد داره. و قل، سعی نگفت که من میگم، سعی از گپ پیغمبر کرده و خود صحابی میگه که خودت بگو. و قل بسم الله ثلاثا و قل 7 مرات، بسم الله بگو 3 مرتبه، و قل 7 مرات و 7 مرتبه چی بگو؟ بگو اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. رواه مسلم، حدیث صحیح مسلم است. حالا بسیاری وقتا برای بعضی کسا بگی که ما بخوانم، میگن ای زبان ما زبان تو کده بسیار بلند است، قرآن در زبان تو تاثیر نمیکنه، قرآن در زبان ما چی میکنه؟ تاثیر میکنه. آلی زبان صحابی بسیار بلند بود رد یا زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم. لکن رسول الله صلی الله علیه و سلم برای چی کرد؟ برای گفت خودت بگو، خودت 3 دفعه بسم الله بگو و 7 مرتبه میره چیکو و دست خودت در جای دردت بار. نگفت که دست ما و باید ما برات بخوانم، به خاطر از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ تعلیم میداد.
و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و کان یتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الکلمات. میگه رسول الله صلی بعد از نمازهای خود به می کلمات پناه میبرد. چی میگفت؟ اللهم انی اعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنه الدنیا واعوذ بک من فتنه القبر. رواه البخاری، حدیث صحیح البخاری هست که رسول الله صلی الله علیه و بعد از نماز خود چی میگفت؟ اللهم انی اعوذ بک، پروردگار ما به تو پناه میبرم، من الجبن، از جبون بودن، و البخل، و از بخیلی، و اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر، و یا پناه میبرم که مرا به ارذل العمر برسانی، یعنی قدر عمر طویل شوه که انسان خودش دیگه بیخی حتی به تشنابی گپا به دیگران نیاز داشته باشه. و اعوذ بک من فتنه الدنیا، پروردگار ما به تو پناه میبرم از فتنه های دنیا، امتحانات دنیایی که بسیار سخت سر انسان می و بالاخره انسان سر فشار. و اعوذ بک من فتنه القبر، و پروردگار از فتنه قبر، از امتحانات و عذاب قبر به تو پناه میبرم. رسول الله صلی الله علیه و مثلا ما شما پیشتر گفتیم که حسن و حسین چی میکرد؟ تعویض میکرد. چه قسم تعویض میکرد؟ در کاغذش نمیکرد؟ نه. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال كان النبي صلی الله علیه و سلم يعوذ الحسن والحسین. رسول الله صلی الله علیه و چی میکرد؟ یعنی پناه میداد. یکی پناه گرفتن است، خود پناه میتی، یکی یک کسی دیگر را پناه میتی. رسول الله صلی الله علیه و پناه میداد کی نه؟ حسن و حسین. چی میگفت؟ میگفت و یقول، میگفت ان اباکما، میگفت پدر شما، که پدر شما کی هست؟ که ابراهیم علیه السلام است. کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق. سیکو میگه امی تعویضی که من میتم، امی الفاظی که من برای دو نفر میخوانم، امی عین الفاظ ابراهیم علیه السلام برای کی میخوان؟ به اسماعیل علیه السلام و اسحاق که بچه‌اش بودن. و رسول الله صلی الله علیه و آله الفاظ برای کی خوانده؟ برای نواسه هایش خوانده. چی میگه؟ میگه که ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق. چی میگفت؟ اعوذ بکلمات الله التامه. سعی در زبان گفتن. رسول الله میگه اعوذ، ما پناه میبرم به کلمات الله التامه من کل شیطان و همه و من کل عین لامه. ما به الله پناه میبرم. این یاره حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما را چی کرده؟ بیا علمی الفاظ میخوان. خب قسم دیگه که هست، قسم دوم پناه بردن شرکی است. ما و شما پناه بردن توحیدی را فهمیدیم. پناه بردن شرکی چی است؟ پناه بردن شرکی را باید بفهمیم. عمر رضی الله تعالی عنه یک قاعده بسیار خوب بیان میکنه و این قاعده خوب کدام قاعده است؟ میگه انما تنقض عرى الاسلام عروه عروه. عمر رضی الله تعالی عنه میگه که امیر اسمان اسلام که است، میگه این کنده میشه تار به تار. شما یک رسپان، یعنی رسپانایی که چی هستند، یعنی شهر اگه شما برین، بعضی رسپانا است که از تار جور شده، همین تارای ازی با هم تو کلش یک جای شده، باز بالاخره یک رسپان دبل شده که تو باز تو میدونی که یک چیزی بسیار بزرگه کشف کنی. میگه امیر رسپان دبل اسلام تارای ازی قطع شده میره، قطع شده میره، قطع شده میره، تا اینکه ایمان تو چی میباشه؟ بسیار ضعیف میباشه. چه وقت میگه این پیدا میشه؟ میگه اذا نشأ فی الاسلام من لا يعرف الجاهلیه. وقتی که در اسلام اوت مسلمانای پیدا شوند که مسلمان هست لکن جاهلیت نمیشناسن. چرا عمر رضی الله تعالی عنه گفت؟ بسیاری وقتا یک نفر مسلمان از کلمه میخواه، عادات جاهلیت نمیفهمه، خودش امی عادات میکنه لکن فکر میکنه من مسلمان هستم. از این خاطر صحابه عادات جاهلیت خوب میفهمیدن و در قرآن و در سنت و در سیرت و در سخنان صحابه کلشان برای ما امی عادات جاهلیت یکی بیان کردن. چرا مرض بیان میکنه؟ به خاطر ما از اون مرض خدا چی کنیم؟ وقایه بکنیم. اینا اگه یک نفر مرض نمیفهمه به اون مرض مبتلا میشه. چرا دکترها دستکش میپوشن؟ چرا پوز خود بسته میکنن؟ میگه والا به خاطر ازی که این مرض از طریق دست من به من انتقال نکنه، از طریق تنفس به من. ما و شما بسیاری وقتا یک نفر دستش بسیار زخمای خطرناک داره که دست بزنی تو هم دانش میگیره، میریم دست میزنیم، دکتر دست نمیزنه. اینال کسایی که عقیده را درست میفهمن اونا اینمی جاهلیت میشناسن. خب بیایم در جاهلیت پناه جستنا چه قسم بودن؟ وقتی که ما و شما او را بفهمیم، باز ما و شما خدا از شرک نجات میدیم. در عصر جاهلیت چند قسم پناه بردن بود. اول قسم پناه بردن در عصر جاهلیت پناه بردن به جنها بود. الله سبحانه و تعالی در سوره جن الله میگه که و انه، سوره جن آیتش 8 الله میگه و انه کان رجال من الانس
یک تعداد از مردای انسانی بودن چی میکردن؟ یعوذون برجال من الجن، اینا پناه میبردن به کی؟ به مردهای جن. یک تعداد از انسان ها بودن که پناه میبردن به جن. فزادوهم رحقا، این برشان چی رو زیاد کرد؟ ارحاق. ارحاق شد یعنی علما میگن که وقتی اینا پیش جن وقتی که رفتی، جن بسیار ضعیف است. اشرف مخلوقات جن است یا انسان؟ انسان. کرامت بر جن داده یا بر بنی آدم داده؟ بر بنی آدم داده. این حالی انسانی که برش کرامت هم داده و اشرف مخلوقات هم است، این حالی اینمی انسان چی میکنه؟ میره برای جنی که از او کده پایینتر و ضعیفتر است و او بسیار مثلا حقیر است، به او پناه میبره. وقتی که پناه برد، فزادوهم رهقا، باز جنها خوب سرکش میشه. این لودر است، این بیعقل است. این که پیش ما آمده، یک عالم بود میگه جادوگرا کست شاگرد شیطان است، شیطان ذلیل است، این ذلیل ذلیل است. چیز؟ ذلیل ذلیل است. خب این حال بعضی کسا در عصر جاهلیت به جنها پناه، پس یا جاهل بودن به خاطر به چی پناه میبردن؟ به خاطر که به جن پناه میبردن یا جاهل خوانده شدن. پس اگر میخوای از جاهلیت خلاص شی، باید از پناه بردن به جن خود چی کنی؟ نگاه کنیم. دوم پناه بردن به مجسمه ها بود. ما و شما میدیدیم که بلات و عزا و منات یا چی میکردن؟ پناه میبردن. کلگی را میفهمن. قسم سومش حتی به مجسمه های پیغمبران، حتی به مجسمه های کی؟ پیغمبران. رحیق مختوم یک کتاب بسیار معتبر خوب کتاب است در عصر حاضر در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در رحیق مختوم میگه و کان فی جوف الکعبه ایضا اصنام و صور، میگه در اطراف کعبه 360 بود. در داخل خانه کعبه هم تصاویر و مجسمه ها بود. فهمید یعنی؟ و منها صنم علی صورت ابراهیم، یک دانه مجسمه بود، یک بت بود بر چهره ابراهیم علیه السلام. یک بت دیگه و صنم علی صورت اسماعیل علیه السلام، یک بت دیگه هم به چهره کی بود؟ اسماعیل علیه السلام. اینه و بیدهم الازلام، در دست از اینا چی بود؟ ازلام بود. یک قسم چیزایی که باز دو چی میکردن، چوبای دراز که باز دو فال بینی. وقد ازیلت هذه الاصنام، اینمی بتها در روز فتح مکه چی شد؟ و محیت هذه الصور ایضا یوم الفتح، در روز فتح مکه رسول الله صلی الله علیه و آله چی کرد؟ از بین. حالا اگر یک دونه مجسمه را به نام یک شخصیت جور کرده باشد، تو بری امر بشکنانی سر تو چی قیامت می؟ ها؟ بت بامیان مثلا 20 سال شد 25 سال شد کوره زده بودن تا بال فاتحهش خلاص نمیشه. این حالا اگر در وقت پیغمبر سمی بودن که پیغمبر 360 بت شکستان و بت مجسمه که به صورت ابراهیم علیه السلام بود و مجسمه که به صورت اسماعیل علیه السلام بود، کلش پیغمبر سم میدان که در اسلام بت پرستی نیست. چی به تصویر پیغمبر باشه یا در کس باشه؟ چی قیامت میشد؟ علی آثار تاریخی را از بین برد، علی آثار نیاکان ما را از بین برد. چقدر مردم چی میکنن؟ 360 بت، یکی دو بت هم کلان که در داخل خانه کعبه بود. سوم قسم پناه بردن به قبرها بود. ام حبیبه و ام سلمه میگه که کلیسای بود در کجا؟ در حبشه. وقتی که یک شخص نیک و صالح در اونجا چی میشد؟ و آمدن قصه کردن برای رسول الله صلی الله علیه و آله، یا رسول الله صلی الله علیه و آله ما که در حبشه رفتیم در اونجا دیدیم یک کلیسا هست، در بین از اون چی است؟ این تو مجسم قبرهای خود مردم پرستش میکردن. بت نبود، قبر پرست بودن. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که آنان کسانی هستند که هرگاه شخص نیک و صالح در بینشان وفات نماید، بالای قبرش سجدگاه میسازند، باز میرن به قبر او سجده میکنن و در آن تصاویر را رسامی میکردن. این مردم بدترین مخلوقات الله در روز قیامت هست. حالا هست نیست میگه پا در بین مسلمان ها هست یا نیست؟ ما روز تصویره که از چیز برتان نشان دادم، نه؟ از قبر پرستای هندوستان. و عین کاری که قبر پرستا میکنن اون طرف میگه که قبر پرستای دیگه است به نام سک، قبر پرستای به نام مسلمان. هر دوش یک کار میکنن، هر دوش. در حدیث شریف دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که عن عایشه رضی الله عنه و عن النبی صلی الله علیه و سلم، ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها چی میگه؟ میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فی مرضه الذی مات فیه. سعی کنید بسیار دقیق است. ام المؤمنین عایشه صدیقه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون مرضی که باز رحلت کرد
وقتی که یک نفر که رحلت میکنه، پدر شما وقتی که رحلت میکرد براتون چی نصیحت کرد؟ امو گپای مهم خود دواده چی میگن؟ دواده مرگ خود وصیت میکنه. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دمی مرضی که باز او وفات کرد چی گفت؟ یک وصیت بسیار کلان کرده که باید مسلمانان در گوش خود داشته باشه که متاسفانه ما وصیت هر کس گوش میگیریم، وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فراموش میکنیم. چی گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ گفت که لعن الله الیهود و النصارى، الله لعنت کرده بالای کی؟ بالای یهود و بالای کی؟ بالای نصارا. چرا لعنت کرد؟ اونا خب پیرو پیغمبر بودن، اونا اهل کتاب بودن، اونا بالایشون کتاب آسمانی نازل شده بود. سر از او چرا لعنت کرد؟ اگه سر بت پرست لعنت میکرد خود سایز بت پرست است. یا چرا میگه که اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، یهود و نصارا الله لعنت کرد به خاطر که قبرهای پیغمبرای خود از سجدگاه قرار دادن. ایوازی که سجده به الله بکنن به کی میکردن؟ به قبرها میکردن. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها چی میگه؟ میگه لولا ذلک لابرزوا قبره، اگر میگه امین وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود قبر پیغمبر صلی الله علیه و بسیار هم تو چیز جور میکردن، بسیار تو نه تو خود قبره بسیار تو سمت میکردن، چهار اطراف شو سر قبر هم تو کلان جور میکردن، بسیار چی جور میکردن. این حال میگه از این خاطر رسول اون روز من یک کلیپ دیدم که حقیقتا داخل مرقد رسول الله صلی الله علیه و شدن. یگان عکس از یگان جای بر شما نشان داده میشه دروغی، تو عکس است که تو سوز جور شده است. او قبر رسول الله صلی الله علیه و نیست. قبر رسول الله صلی الله علیه و خاک عادی هست داخل مرقد. قبرش که سمت نکنه، قبرش که از گلکاری نکرده، قبرش میناتوری و نقشه و کارو نکرده. عکسای اصلی قبرش ایره من در اینترنت پیدا کردم که علما داخل شدن گفتن ما رفتیم و قبر خودش عکس گرفته بود. قبر پیغمبر هم است، قبر ابوبکر صدیق، قبر عمر رضی الله تعالی عنه. اما قبرایشان هم چی است؟ خاکی است، عادی است. یک بلست خاک است فقط. این از خاطر ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها چی میگه؟ میگه لولا ذلک لابرزوا قبره، اگر امی گپ نمی بود قبر پیغمبر هم چی میکردن؟ اگر هم تو بسیار کلان میکردن یک وقت سال میکردن که یک قبر، ما یک وقت در ترکیه رفتیم قبل موانای روم که سعی کنی از قدم هم کده بلند بود، از اینکه تکاود اسمال و سمت و گپا کرده بودن کلان قبر اونو جور کرده. یا بسیاری قبرهایی که در دیگه جای جور میشه. خب دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک دعا کرد. امام احمد ابن حنبل در حدیث 7054 میگه که عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال اللهم لا تجعل قبری وثنا، یا الله قبر مرا وثن نسازی. یکی صنم از فکرتان باشه، یکی وثن. فرق بین صنم و وثن چی هست؟ صنم وقتی که یک ولی از اولیاء الله یا پیغمبر وفات میکنه باز مجسمه از او ساخته میشه، این صنم میگن در عربی. اگر امی پیغمبر یا امی ولی یا امی شخص نیک بتش ساخته نشد بلکه قبرش پرستش شد باز این وثن میگن. پس صنم این قسم است، وثن این قسم است. صحیح نه؟ هر دوش چی شدن؟ صنم وثن. صنم پرست بت پرست، وثن پرست قبر پرست. رسول الله صلی الله علیه و چی گفت؟ گفت اللهم لا تجعل قبری وثنا، پروردگار قبر مرا چی نگردانی؟ وثن نگردانی. که او کارهایی که بت پرستا پیش بت میکنه باز مردم بیای پیش قبر ما بکنه. دعای رسول الله صلی الله علیه و قبول شده. در قبر پیغمبر صلی الله علیه و قبر پرستی نیست، اما در دیگه جا دیگه قبرها که بیری بسیاری از قبرها به چی مبدل شده؟ به وثن مبدل شده. اما کارهایی که بت پرستا پیش بت میکنن باز که شما برین قبر پرستا رو زیارت میکنن. قالی نوار کردن. ما رفتیم بهتون قصه کنم، در این وقتی که رفتیم در دو جای رفتیم. یک جای مندر میگن، یک جای درگاه میگن. یک قبر در مندر است، یک قبرم در درگاه هست. وقتی که در مندر و در درگاه رفتیم اردوش سکه ها هم قبر پرستش میکنن و مسلمان ها هم چی میکنن؟ اینه. او قبر از اون وثن گشته، قبر از اون چی گشته؟ وثن گشته. و این کسایی که برای جا رکوع میکنن، سجده میکنن، دست دعا بلند میکنن یا چی هستن؟ قبر پرست هستن. منتها فرق بین ازیست که او بیچاره را سک میگن و این بیچاره را، این چاره داره مسلمان میگن. فرق همین است که بیچاره است، سک از کافر از دوزخ میره و این چاره دار است نامش مسلمان. اگه اردوش یک کار میکنه.
قسم چهارم پناه بردن به درخت ها بود. اینا یک درخت داشتن، فامیل یعنی ابی واقد لیثی میگه خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه ما خارج شدیم به همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل حنین فمررنا بالسدره، در وقت غزوه حنین میگه به یک درخت شدیم، فقلت یا نبی الله، سعی که حتی هیچ صحابی نو مسلمان شده هنوز فکرش صحیح کار نمیکرد، میگه برشون گفتیم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم اجعل لنا هذه ذات انوات کما للکفار ذات انوات، گفتید چه خوب یک درخت دارن و در این درخت میرن و میشینن و میله میکنن چی میکنن، اما تو یک درخت برای ما هم چیکو تعیین بگو که ما بریم یک میله جای برای ما باشه. و کان الکفار ینوتون بصلاح بصدره، و میگه کافرها با صلاحهای خود میوردن در صدره ویزان میکردن که برکتی شود و یعکفون در پیش ازی حولها در چهار اطراف ازی اعتکاف میکردن به می درخت. فقال النبی صلی الله علیه و سلم الله اکبر، برشان گفت که الله بزرگ است، هذا کما قالت بنو اسرائیل لموسی، شما مت یک سخن نگفتید مثل که بنی اسرائیل برای موسی گفتن اجعل لنا آلهه کما لهم آلهه، که برای ما هم امو گوساله ها را چیز که مثل که اونا هم معبودان دارن، انکم ترکبون سنن الذین من قبلکم، شما هم با روش های سابقا میرین، اگر عقیده را درست نفهمین شما هم به خط از وا میرین، پس ما درخت مقدس نداریم. از این خاطر رسول الله عمر رضی الله عنه وقتی که برش خبر آوردن گفتن صاحب اما درختی که صحابه زیر ازو که رسول الله هم بیعت کرده بودن، آل مردم میرن و درخت بسیار ماچ میکنن، بغل میکنن و او را چی میکنن. عمر رضی الله عنه گفت ما خود درخت بعد از اینکه گپ داشت ما هیچ درخت نمیشناختیم، گفت نه سبال اونجا یک درخت به مون نام ماندن، حالا تو درخت مردم میرن سر چوب ازو برکتی است، برگش برکتی است، چیزایش قطع میکنن بغل میکنن، چیزا میگن. عمر رضی الله عنه صحابه را امر کرد فلا برین اون درخت از این بیخ بکنین، تکت تکش کردن و انداختن که دیگه مردم چوب پرستی و درخت پرستی نکرد. قسم پنجم پناه بردن به چی بود؟ به تمیمه پناه می بردن مردم های عصر جاهلیت. چه قسم؟ تمیمه چی بود؟ یک توته سنگ بود یا چوب بود یا قلوخ بود یا استخوان بود یا مهره بود، اینی رو میگرفتن در گردن اولادای خود یا در گردن خود یا در خانه خود یا در سر دروازه خود چی میکردن؟ آویزان میکردن. اینی را تمیمه میگن. و عقبه ابن عامر رضی الله عنه میگه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم یقول، میگفت من تعلق تمیمه فلا اتم الله له، کسی که تمیمه را آویزان کرد الله بر از او کارش تمام نکنه. و من تعلق ودعه فلا ودع الله له، کسی که ودع چی نمیگن؟ همین یک قسم مورگک‌های از بحر رو میگیرن. ما شما رو چی میگیم؟ صدف. و حاکم نیسابوری روایت میکنه، میگه عقبه ابن عامر جهنی میگه سایک رسول الله صلی الله علیه و قسمت ها چقدر جدی بود، میگه جاء فی رکب 10 الی نبی صلی الله علیه و سلم، میگه 10 نفر پیش رسول الله صلی الله علیه و آمدن، گفتن یا رسول الله ما میخوایم مسلمان شویم، فبایع 9 و امسک عن بیعت رجل منهم، رسول الله که 9 نفرشون بیعت کرد به اسلام، واقع بیعت میکرد مسلمان میشن، میبرن دست خود به رسول الله صلی الله علیه و میدادن و رسول الله صلی الله علیه و چی میکرد؟ بیعت میکرد. که 9 نفرشون بیعت کرد که یک نفر نکرد. چرا نکرد؟ اولو میخواد مسلمان شه، رسول الله دست خود بلند نکرد که تو بیعت نمیکنی. خب فقالو، میگه صحابه دیگه گفتن که ما شأن هذا الرجل لا تبايعه یا رسول الله صلی الله علیه و این نفر چی کرده که آمده میخواد مسلمان شه و تو تا مسلمانیش قبول نداری؟ او میخواد مسلمان شه و تو بیعت کردش نمیکنی؟ و میگه رسول الله صلی الله علیه و گفت که ان فی عضده تمیمه، در بازوی ازو یک دانه تومار است. فهمیدین؟ در بازوی خود چی را بسته کرده بود نفر؟ تومار را بسته کرده بود، یک دانه چوب بود یا سنگ بود یا هر چی که بود تمیمه بود. ثم قال من علق تمیمه فقط اشرک، کسی که چیزا رو آویزان میکنه او در شرک مبتلا است. این چه قسم مسلمان میشه یا هم دست شانهش است؟ من این قبول نمیکنم. فقطع الرجل التمیمه، رسول الله چی کرد؟ تمیمه را قطع کرد، از شانه خود گرفت اوسو انداخت. فبایعه الرسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله برای چی کرد؟ بیعت کرد. ثم قال، بعد از بیعت ازی گفت من علق تمیمه فقط اشرک، هر کسی که این موره را به خاطر چشم بندی و یا به خاطر از اینکه نگاه کنه و این پاک است و سچ است و چطور است، هر کسی کار کرد این در شرک مبتلا میشه. خب
دیگه پناه بردن به صدف بود. فهمیده؟ یعنی یکی ششمی قسم پناه به صدف می بردن. هفتم قسم پناه بردن به توله بود. توله چی را می گفتن؟ مهرموره و خرمهره. یک قسم همی جادوگرها و فالبینا مورگکا داشتن، برش می گفتن این مهرموره هست و بسیاری زنا می داد میفکر این در پیشت باشه باز شوهرت که تو بسیار محبت میکنه، این مهرموره می گفتن. و یک چیز دیگه بود به نام خرموره می گفتن. او چی است؟ او یک قسم موره ها بود، میگه این اگه در پیشت باشه شوهرت مثل خر واره میشه تو سرش سوار شو. این جادوگرها بر زنای خود میدادن. این هم عصرهای چی بود؟ دیگه یک چیز دیگه پناه بردن بر رتیمه بود. رتیمه این کلش اصطلاحات است که باید انسان بفهمه. رتیمه چی بود؟ یک تار بود که این یا در گردن خود آویزان میکردن یا در دست خود بند میکردن. که از پیش بت‌ها میگرفتن یا از پیش قبرها میگرفتن، در گردن خود تار آویزان میکرد یا در دست خود تار آویزان میکرد. به خاطر چی آویزان میکرد؟ میگه فی تار که در گردنت باشه تو از بلا نگاه میکنه، از سختی ها نگاه میکنه، از مشکلات نگاه میکنه. این عصر جاهلیت بود. عالم بسیاری کسا در گردنشان تار رو در پای خود یا در دست خود اینا میکردن. ایناله اما یک قسم رتیمه هست که او رو به خاطر عادت میکرد. مثلا یک نفر یک تار دست خود تاو میته یا در اینجا خود که باش سودا میخرم یادم نره، او پروا نداره، اما اون تاره که در گردن میپرته یا دست میپرته به قصد چی؟ به قصد این که مرا شفا میده یا از من بلا را دفع میکنه. خب دیگه از چیزهای هست جاهلیت پناه بردن به انگشتر و حلقه و چله بود. یک تعداد انگشترهای مقدس داشتن، این در کلک خود انداختن. میفه اگه این انگشتر است باز چی کس بت هوبل از یاقوت ساخته شده بود، یاقوت سرخ. بازی که یاقوت سرخ داشته باشه بازی خوب برکتی است، چون اما بت از یاقوت جور شده بود. دیگه حالا بعضی اوقات اینمی انگشتر را دست خود میگفتن این انگشتر که باشه از بلا نگاهت میکنن. یا قسم کره و چوری و ترا بود که یارا به قصد بلا. اما اگر کسی انگشتر میپوشه یا چوری را به خاطر این نیت نمیپوشه، خود به نیت تعلق میگیره. اما اگر نیتش نیست انگشتر میپوشه یا ایره میپوشه به این نیت که زیبایی هست و مثلا زنا و زیورات دارن، این پروا نمیکنه. اما اگر به اون نیت جاهلیت دیگه پوشیدن این هم از چیزای عصر جاهلیت بود که در عصر از اونا. موقف صحابه کرام چی بود؟ موقف صحابه کرام ببینن که این صحابه کرام در این قسمت بسیار جدی بودن و وقتی که یک کس را میدیدن که به این چیزا پناه بردن فوراً او را میفهماندن و از خودشان خدا نگاه میکردن. چرا انسان اینا این اعتقادات اصل جاهلیت است. پس اسلام که است به خاطر که اینمی پناه بردن ها را از بین میبره، گفت که بگوین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. یا اقسام چی بوده؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.